این جسد را برخلاف خواهش اعضای خانواده‌اش برای تشخیص از گور بیرون آوردند. پلیس قزاقستان جسد آنهایی را از گور بیرون میکند که هنگام اعتراضها کشته شدند. ما با آنها گفتیم که اجازه نمیدهیم. آنها گفتند که کسی از شما نپرسیده است. بگزاد پیرزاده 37 ساله روز 5 ینور از ضرب تیر تفنگ کشته شده است. اعضای عائله‌اش میگویند او با ماشین از نزد اداره پلیس شهر قزل‌آرده میگذشته است. در آن روز در این شهر و دیگر گوشه‌های کشور به نشان اعتراض از بالاروی نرخ‌ها، مزد کم و رشوه‌خوری تظاهرات ضد حکومتی سر زد. حکومت قزاقستان تظاهرگران را تروریست نامید. مقامات گفتند که باید نوعی تیری خورده‌اش را معلوم کنند. این برای صدور شهادتنامه مرگ لازم است. گفتیم به ما شهادتنامه مرگ ضرور نیست. مقامات قزاقستان میگویند که در جریان تظاهرات 227 نفر کشته شدند. حالا عائله‌های بعضی از قربانیان میترسند که عزیزان آنها را تروریست مینامند. مرد موسابکوفی 61 ساله روز 5 ینور در الماتا کشته شد. جسد او را هم از گور بیرون آوردند. مقامات میگویند که تفتیش ادامه دارد. من فقط میخواهم تفتیشات درست باشد. نمیدانم که به ما چی خواهد شد. شاید گویند که بیرون رفت و او را تروریست پنداشته کشتند. آنها چی حق دارند که مردم را تیر میزنند؟ بعد خدمت در ارتش شوروی موسابکوف آموزگار شده و چند سال پیش به فراشی گذشته است. در وقتهای خالیش دوریدگری میکرد. بسیار مهربان بود. این خانه را با همسرش اینار ساختند. با سواد بود. همیشه کارهای خانه را میکرد. حولی را جاروب میزد، شاخه های درختان را میبرید. همیشه بندی کاری بود. مقامات به سوالها درباره این دو قضیه جواب ندادند. نام 227 قربانی در تظاهرات را هم تاکنون نشر نکردند.